داستان تمدن. قسمت ششم. دانیال در بابل. آیا ندیدی پروردگارت چه کرد با عاد؟ چه کرد با باغ دارای ستونها؟ باغی که ساخته نشده است مانند آن در همه سرزمین ها. سارگون اول در 4335 سال پیش با غلبه بر گروه پراکنده شهرهای سومری دور اول امپراتوری آکد را پایه‌گذاری کرد و با پادشاهی حمورابی و بختالنصر دوره دوم اقتدار آکدیان یا عاد دوم به پایتختی کشور شهر بابل آغاز گردید. با درگیری طولانی سومری ها در جنوب و بابلی ها در شمال میان رودان، سرانجام اقتدار بابلی ها تحت سلطه حمورابی تثبیت شد. تاریخ بابل با حمورابی آغاز می شود و شهر بابل با فتوحاتی که حمورابی انجام داد مبدل به مرکز حکومتی شد که بر تمامی میان رودان جنوبی و بخش‌هایی از آشور سلطه داشت. از آنجایی که حمورابی هوشیاری سیاسی و رهبری نظامی را تلفیق می‌کرد، بر ایلام، ماری و اشنونا تفوق یافت و در حدود 1760 پیش از میلاد فرمانروای قلمرو پادشاهی متحدی شد که از خلیج فارس تا رود هابور گسترش یافته بود. حمورابی نامدارترین پادشاه در تاریخ بین النهرین شهرتش را مدیون تنظیم قوانین آشفته تناقض‌آمیز و غالباً نامدون شهرهای بین النهرین است، هرچند بیشتر مندرجات آن از مجموع قوانینی که پادشاه اور تدوین کرده بود اقتباس شده است. امپراتوری بابل نیز عمری کوتاه داشت. کاسی‌ها که مردمی غیر سامی بودند
به بابل حمله کرده و قدرت سیاسی را به دست گرفتند. پادشاهان کاسی به نام گانداش و بعدها آگوم صاحب بابل شدند و قلمرو خود را از رود فرات تا کوههای زاگرس گسترش دادند. قرن 16 پیش از میلاد یکی از دورانهای آشفته در تاریخ بین النهرین است. در این میان آشوریان رفته رفته قدرت را به دست گرفتند و به منطقه متلاطم بین النهرین ثبات نسبی بخشیدند و در حدود 3 قرن بابل جزو امپراتوری پهناور آشور بود. با مرگ آشور بانیپال، واپسین پادشاه قدرتمند آشور، این امپراتوری رو به افول نهاد. از سال 626 پیش از میلاد مادها در اتحاد با قبایل سامی کلدانی به رهبری نبوپولاسر تهاجم به آشور را آغاز کردند. آشوریان به سرزمین‌های شمال غربی بین النهرین عقب رانده شدند و شهر حران را به مرکز تکاپوی خود علیه بابل بدل ساختند و با حمایت نظامی فرعون مصر نخو دوم تهاجم به سرزمین‌های از دست رفته را آغاز نمودند. ازدواج شاهزاده بابل با سمیرامیس دختر هوخشتر پادشاه ماد جبهه متحد بابلی‌ها و مادها را تقویت نمود و در سال 605 پیش از میلاد ارتش متحد مصر و آشور در جنگی سخت با ارتش بابل و متحدین ماد و مانینا به فرماندهی بختالنصر شکست خورد و به حیات امپراتوری مهیب آشور پایان داده شد. بختالنصر پس از سقوط آشور و پایتخت نینوا دومین امپراتوری بابل نوین را تشکیل داد. در نتیجه فتوحاتی که در جنگ با مصریان اقوام یهود و فنیقی ها داشت، بابل شهرت و اعتبار خاصی به دست آورد. تا آنجا که بابل جانشین نینوا شد و از بزرگترین و زیباترین شهرهای دنیا محسوب گردید و معابد و کاخهای مجلل و با شکوهی در آن ایجاد شد. سنت نمادسازی از عاد اول در خاطر آکدیان مانده بود تا هنگامی که دومین عاد در بابل از نو قدرت یافت. این بار مرکز بزرگشان بابل بود و دیگر خبری از آکاد یا احقاف نبود. در نزدیکی کاخ بختالنصر برج بابل و زیگورات معروف و مطبق برای مردوک خدای بابل و نماد قدرت و حاکمیت آکدیان بر زمین ساخته شد.
برج بابل با هندسه کامل از معابد و زیگورات‌های میان رودان، نماد تمام عیار قدرت و عظمت آکدیان در پایتخت بابل بود که امروز همان را در ردیف عجایب هفتگانه تاریخ برمی شمارند. شاکله بلند برج بابل همانند مقابر عظیم اهرام مصر بر فضای مفهومی و معنوی معابد و زیگورات‌ها سایه افکنده و در معرض نمایش قدرت و تفاخر آکدیان قرار گرفته بود. هر ساله مردمان زیادی از شهرها و آبادی‌ها جهت مناسک آیینی ویژه پیرامون برج بابل گرد می آمدند و هدایا و نذورات خود را تقدیم خدایان و مردوک یا بعل بزرگ بت کشور شهر بابل می نمودند. و این در حالی است که حج واقعی در سرزمین مادری بکه پرت و متروک مانده بود. با این همه گاهی رهگذرانی از آکدیان با خاطری از قداست کعبه به زیارت خانه فراموش شده در سرزمین بکه می رفتند. باغ بیمانند سمیرامیس. باغ دارای آن ستونها، باغی که ساخته نشده است مانند آن در همه سرزمین ها. هفت باغ تو در تو روی ستونهای سنگی، هفت تراس عظیم بر فراز هم تالار هفت باغ بس بزرگ را به وجود آوردند. و بر فراز طبقات هفتگانه کاخ سمیرامیس عروس دربار آکد و دختر شاه ماد ایران گسترده است. چشمانداز بیمانند ویلای شاهزاده ماد که تفرجگاه سران و اشراف زادگان بابل بود. در زبان آکدیان به این باغ که از عجایب هفتگانه تاریخ است ارم گفته میشد و گاهی نیز از آن به باغ آکدعاد تعبیر می کردند و در اعصار بعد به بهشت شداد محرف آکدعاد معروف گشت. بخش عظیمی از مصالح ساختمانی و ستونهای سنگی طبقات باغ سمیرامیس و پایه‌های برج بابل و تخت سنگ‌های زیگورات‌های بین النهرین همانند مصالح مقاوم و فناناپذیر اهرام مصر از سرزمین‌های دیگر وارد می‌شد. صدها ستون سنگی باغ معلق سمیرامیس توسط برده‌ها
و ستمدیدگان از کوههای صعب العبور زاگرس می‌گذشت و تا باغ سمیرامیس در بابل حمل می‌شد. تا روز پایان نسل بشریت در سیاره زمین هر وقت قرآن را باز کنند و بخوانند خواهند دید قرآن میگوید مانند آن باغ در هیچ سرزمینی ساخته نشده است، یعنی کاری است که بشر فقط یک بار به ساختن آن موفق شده است. این مطلب نشان می‌دهد که چه ظلمی بزرگ بر پابرهنگان و چه ستمی جانکاه بر بردگان رفته است تا چنین باغی بیمانند ساخته شود. قرآن در ادامه به اهرام مصر و فرعون ذی الاوتاد اشاره می نماید. اما از بیان قرآن این احتمال به ذهن می رسد که باغ سمیرامیس حتی عظیمتر از اهرام مصر بوده است. بختالنصر امپراتور بابل در حدود 600 سال قبل از میلاد به اورشلیم حمله نمود و یهویاکین پادشاه یهود را از حکومت اورشلیم عزل کرد و عموی او به نام صدقیا را در سمت نایب السلطنه شاه یهود منصوب کرد و بخشی از ذخایر دولت یهود را به عنوان غرامت جنگی ضبط نمود. عهد عتیق از ورود بختالنصر به بیت المقدس و تبعید یهویاکین و اشراف یهودی به بابل ابراز خرسندی می کند. خداوند یهویاقیم پادشاه یهودا را به دست نبوکدنصر پادشاه بابل و به دست کلدانیان تسلیم خواهد نمود. حبقوق نبی از استبداد و بی‌عدالتی در میان قوم یهود به درگاه خدا شکوه می نماید و خداوند در پاسخ به او مژده می دهد که بابلی ها قوم یهود را در هم کوبیده و به اسارت خواهند برد. یهویاکین پادشاه یهود به همراه 10,000 نفر از بزرگان و کنیزان و مردان جنگی و صنعتگران و آهنگران به بابل تبعید می شوند. این گروه تبعیدی نخستین سنگ پایه های نفوذ خزنده اشراف یهود در درون امپراتوری ها و حکومت ها به شمار می روند. در سال 587 بار دیگر بختالنصر به سوی سرزمین‌های غربی به حرکت درآمد و در کوران جنگ با ارتش آپریس فرعون جدید مصر اورشلیم به تعبیر کتاب عزرا کانون فتنه را به تصرف درآورد. معبد سلیمان را تخریب کرد و حکمرانی از بنی اسرائیل را در رأس اتباع دولت یهود گماند. با سقوط اورشلیم بختالنصر ارمیای نبی را از اسارت یهودیان آزاد نمود و فقیران قوم را که چیزی نداشتند در زمین یهودا واگذاشت و تاکستانها و مزرعه ها در آن روز به ایشان داد.
به نظر می رسد دانیال نبی، ارمیا و حبقوق نبی 3 انبیاء الهی هستند که در بابل و در امپراتوری بختالنصر در امنیت و احترام کامل به سر می برند. بختالنصر از تعبیر خواب دانیال نبی که خبر از پادشاهی در سرزمینی پهناور میداد خرسند گردید. دانیال نبی را گرامی داشت و بخشنامه‌ای صادر کرد که به خدای دانیال و ارمیا ایمان آورده است. در سال 562 پیش از میلاد بختالنصر به طرز مشکوکی درگذشت. با مرگ بختالنصر دولت بابل دچار ستیز درونی قبایل کلدانی و آرامی گردید و با بحرانی سخت مواجه شد. در سال 539 پیش از میلاد اقوام پارس و ماد به فرماندهی کوروش از رود دجله گذشتند و با تصرف شهرهای متعدد سرانجام دروازه‌های بابل بدون هیچ درگیری جدی و تخریب و آتش سوزی به روی مهاجمین گشوده شد. پس از سقوط امپراتوری بابل، کوروش اجازه بازگشت شاه و درباریان و اشراف یهودی را به اورشلیم صادر کرد. من کوروش پادشاه پارس اعلام می دارم یهودیان می توانند به اورشلیم بازگردند. همسایگان این یهودیان باید به ایشان طلا و نقره و توشه راه و 4 پایان بدهند. دانیال نبی علیه السلام در دربار هخامنشی حضور داشت و پادشاه را پیوسته به نابودی معبد بعل ترغیب می نمود و مردم را به پرستش خدای یگانه فرا می خواند. دانیال نبی به همراه حضرت حبقوق و عده‌ای از قوم یهود به ایران مهاجرت نمود و در شوش ساکن شد و در آنجا درگذشت. آرامگاه دانیال نبی در ساحل شرقی رودخانه شاوور روبروی تپه ارگ قرار دارد. و حضرت حبقوق نبی در جنوب غربی شهر تویسرکان در مقبره تاریخی آرمیده است. جهت دفن هر دو پیامبر الهی به سمت کعبه در سرزمین بکه است. در منشور و کتیبه خشتی منسوب به کوروش آمده است: کوروش پس از تسخیر بابل برای جلب محبت مردم بین النهرین، بعل که بزرگترین خدای بابل بود را به رسمیت شناخت، او را نیایش کرد و سپاس گفت. من کوروش شاه جهان خلف پاینده دوده شاهی که سلسله‌اش بعل و نبو را دوست دارد، باشد تا همه خدایانی که من به خانه خود بازگردانده بودم هر روز نزد بعل و نبو خواستار روزهای عمر من شوند و شفاعت مرا آرزو کنند. پس از افول تمدن بزرگ بابل به دست کوروش، بعل بزرگ بت تاریخ بشریت و برج بابل بزرگ سازه بیهودگی آکدیان در مقام نخست معابد و نمادها تا به امروز تقدیس می شود.
این مستند اقتباس و برداشتی است از کتاب تبیین جهان و انسان، جامعه شناسی کعبه، کابالا و پایان تاریخش، نوشته دانشمند و متفکر بزرگ جهان شیعه علامه آیت الله مرتضی رضوی. کاری از مسعود مهدی. گوینده رضا هدایتفر. زمستان 1394.